بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال کردند که استاد اگر سحر برای نماز بامداد خستی طهارت یعنی وضو کردی 2 رکعت سنت رو اگر خونی از جماعت میمونی، یعنی اگر نماز سنتی بامداد رو خونی نماز جماعت دیر می شود. فرض رو خونده بعد از فرض رو خونده شدن 2 رکعت سنت رو خوندن جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. هر کسی که از خوابش میخیزد و وضو میکند و بعد از این میبیند که نماز جماعت حالا شروع میشود، آیا سنت رو میخواند اگرچه نماز جماعت شروع شود هم اول سنت پیش از نماز بامداد رو میخواند، یا که اول میرود به جماعت نماز میخواند و بعد از جماعت بعد سنت رو میخواند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح خودشون بیان کردند، در حدیثی والله اعلم متفق علیه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، لفظش از مسلم است، امام مسلم است، که میگن اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه. زمانی که قامت به یک نماز فرض گفته شد هیچ دیگر نماز خونده نمی شود بجز همین نماز فرض. هر وقت مثلا شما حالا قامت یگان نماز فرض نگفته است، الله اکبر گفتید به نماز سنت شروع کردید، سنتی پیش از ظهر است، سنتی در آمدن به مسجد است تحیه مسجد، یا سنتی بارک الله فیکم پیش از فجر است، شروع کردید یک رکعت خوندید، دویم رکعت بخواستید که قامت گفتند، آیا شما هم دویم رکعت خونده تموم کرده سلام میدهید؟ نه، شما هم دویم رکعت راست ایستاده دو طرف به سلام میدهید، میرید یک و یک باره با همراهی امام الله اکبر گویان تکبیر تحریمه را گفته به نماز فرض داخل میشوید. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که قامت گفته شد همه این نماز باید ترک کرده شود و آمده باید نماز فرض خوانده شود، زیرا که بجز نماز فرض دیگر نماز بعد از قامت جایز نیست. و تکبیر احرام این خیر من الدنیا و ما فیها، بهتر از دنیا و هر چیزی که در دنیا است انا همین است، تکبیر احرامی که با همراهی امام بسته می شود. از همین جهت بعد از اینکه نماز فرضی بامداد رو خونده شدید بعد 2 رکعت سنتش رو میخونید، زیرا که 2 رکعت سنت نمازی بارک الله فیکم فجر این سنتی بیناد مؤکده است و این عمل از صحابگان ثابت است و از خود پیامبر ثابت است صلی الله علیه و سلم که سنت نماز را اگر خوانند دیرتر میخوندند.